برای دوخت این جاسوزنی زیبا به 6 تا نوار و ابعاد 5 تا 15 سانتی نیاز داریم. من از 2 رنگ پارچه استفاده کردم، 2 تا از ساده و 4 تا طرحدار برش دادم. اگر شما از 3 رنگ پارچه بخواید استفاده کنید، از هر رنگ 2 تا برش میدید. بعد از برش تیکه ها رو به این صورت کنار هم قرار میدیم و میدوزیم. بعد از دوخت 5 سانت 5 سانت پارچه رو علامت میزنیم و برش میدیم. برش ها رو به صورت پلکانی کنار هم قرار میدیم. فقط دقت کنید موقع دوخت اون قسمت هایی که به صورت تقاطع و چهارراه هست کاملا تمیز و مرتب بدوزید. بعد از دوخت مجددا انتها و ابتدای کار رو هم به صورت پلکانی روی هم قرار میدیم و میدوزیم. کار به این شکل در میاد. مرکز گل رو در نظر میگیریم. حالا ضلع‌های بالایی رو 2 به 2 کنار هم قرار میدیم و میدوزیم. این کار رو برای قسمت پایین کار هم تکرار میکنیم. فقط یه قسمت از کار رو باز میذاریم برای برگردوندن کار و اینکه داخل کار رو با الیاف پر کنیم. بعد از اینکه کار رو با الیاف پر کردیم، اون قسمتی رو که باز بود رو پس دوز میکنیم. در انتها نخ رو به صورت شیشلا در میاریم و مرکز کار رد میکنیم. این نخ رو به قدری میکشیم که مرکز گل جمع بشه. در انتها هم میتونیم کار رو با دکمه و مروارید تزیین کنیم.